این خانه یکی از ساختمان‌های مشهور شهر کولاب است و صاحب آن یکی از چهره‌های پرتأثیر تاریخ 12 ساله تاجیک دانسته می‌شود. تا این یک هفته پیش پس دیوارهای بلند و مستحکم از چشم رهگذران نهان بود. 13 سال قبل صاحب آن را زندانی کردند. خانه نیم تیار تا این مدت با دیوارهای عظیم خود از قدرت صاحبش درک می‌داد. این خانه به ژنرال غفار میرزایوف ملقب به غفار صدای تعلق داشت. او یکی از جنگسالار آوان جنگ شهروندی بود که تا مقام فرماندهی گارد ملی پرزیدنت تاجیکستان رسید. او را سال 2006 با جرم جنایت‌های وزنین به حکم ابد محکوم کردند. غفار میرزایوف مقامدار ثروتمند بود. چند نوع تجارت داشت. منزلی که او به وی رسید در محل قاقاباد یا هلال احمر شهر کولاب جایگیر بود. در سال 1997 ساختمان خانه‌اش را در این زمین که مربوط به دانشگاه شهر کولاب است آغاز کرد و نیم گکتری آن را دیوار بست. ساکنان میگویند دلیل ژنرال این بوده که زمان در این مکان خانه پدریش بوده است. وقتی که آدم با شوی منصبوی بالوی رفت ژنرال شد، همینجا را همچون خانه پدری بوده، همینجا را خانه منزل شد در همینجا. از بس که خود غفار میرزایوف بیشتر وقت در شهر دوشنبه اقامت داشت، ساختمان منزلش در کولاب را تا زمان حبس شدن به اتمام نرساند. بعد از حبس غفار میرزایوف مال و ملکش مصادره شده، تقدیر این خانه ناروشن باقی ماند، گرچند گفته میشد با قرار حکومت به توازن دانشگاه گذرانده شده است. در این میان تصمیم‌ها هر گونه بودند. بعضا حالت‌ها آوازها میشد که خانه غفار میرزایوف چی میشود، خوابگاه برای دانشجویان میشود. بعضا حالت‌ها با آوازها بود که آسایشگاه میشود برای دانشگاه. در دانشگاه شهر کولاب به رادیوی آزادی گفتند که خانه ژنرال غفار میرزایوف باغچه بچگانه می شود. شاید یک مدت بگذرد و به غفار میرزایوف تعلق داشتن این بنا از یادها برود. این موضع تغییر نام کنند و این دیوارهای نیم ویرانه به خاک یکسان شود. حالا که مردم به نام نوی این بنا خو نکرده است، چون عادت پیشین این موضع را خانه غفار صدای نام میبرد. هنگامی که در گرد اطراف این بنا یگان کار میشود یا کار میرود در دید خارج اون میگه خیر بیا میرویم به پیش خانه غفار صدای، یا که در نقلات جمعیتی در تاکسی میره یا نفری که در نزدیکی همون میفرماید میگه که در نزد خانه غفار صدای من اشتدام پیش خانه غفار صدای را بیست.